سلام و از ادب خدمت همراهان همیشگی دنیای باتری. در رابطه با شارژر اورجینال من یه موضوعی عرض کنم خدمتتون. شما به هیچ عنوان شارژر رو از طریق شکل ظاهری نمیتونید تشخیص بدید. خب توی ویدیوهای قبلی هم گفتم با شکستن شارژر این برای یه مصرف کننده خب مرغوم به صرفه نیستش. حالا اینو باید اون فروشنده‌ای که جنس رو به شما میفروشه معرفی بکنه که این جنس اورجینال هستش یا کپی هستش. حالا شاخصهایی که داره رو براتون توضیح بده. اما برای همکاران گرامی ما دستگاهایی داریم که میتونن با این دستگاه ها که این دستگاه خب این دستگاه که الان نشونتون میدم دستگاه خیلی قدیمی هستش، ساخت ایران هم هستش. البته اینو دوستان و همکاران ما طراحی کردن این دستگاه رو ساختن. این دستگاه هست و این که خروجی آمپر رو به شما نشون میده. دوستان یه نکته من عرض کنم خدمتتون، شارژر اورجینال تفاوتی که با شارژر اصلی داره تو اینه، زمانی که شروع به شارژ گوشی میکنه با خروجی به عنوان مثال میگم مثلا 9 ولت و 12 آمپر و یا 5 ولت و 2 آمپر تا تایم فول شدن شارژ گوشی توی همون 5 ولت و 2 آمپر بدون نوسان باقی میمونه. اما شارژر اصل چین زمانی که شروع میکنه به شارژ کردن گوشی، شاید ابتدا شما با دستگاه چک بکنید، با همین دستگاهی که الان من خدمتتون نشون دادم 5 ولت 2 آمپر و یا 12 ولت مثلا 2.5 آمپر رو بهتون نشون بده، اما به مرور زمان افت آمپر پیدا میکنه و این برای گوشی مضر هستش و به گوشی و باتری شما صدمه میزنه. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.